سلام عشقا، به پارت دوم این کانتنت خوش اومدید. ممنون که با لایک و سابسکرایبتون ما رو حمایت میکنید. بزن بریم. ببینید عزیزان من، مهم نیست چه کاری، کجایی، چند سالته. هر وقت مادرت میگه باید خونه باشی، وگرنه همون خونه هر جا که باشی سرت خرابه. میگی نه؟ نگاه کن. یعنی کی میتونه باشه تو فضا؟ الو کجایی زلیل مرده؟ من فضام. نیم ساعت دیگه با نیم کیلو گوجه تو خونه باشی. فکر کنم با بابات میگم رفتی الواتی. اگه بیایی میگم ها، ولی به نفعت باشه از خودت دفاع کن. مامان من نمیتونم نیم کیلو گوجه بگیرم تا نیم ساعت دیگه تو خونه باشم. الو الو الو. طبق تحقیقات من مادرها همه چی رو میدونن. افکار تو، اعمال تو، جای لباساتو. افکار تو از حرفات میخونن، اعمال تو از چشمات. من نمیدونم جای وسایلاتو از کجا میخونن. یه کمی دارک شد نه؟ مامان پیرنگیاسی که اسکلت اژدها روش بود و ندیدی آیا؟ همون که رو گردنش 4 تا خط طلایی بود. اولا متاسفم با این لباسه، دوما آره دیدم زیر دسته مبل آخری توی هال. شلوار سفید مشکیم چی؟ زیر همه لباسات. شال گردن سبز قهوه‌ایم چی؟ آره زیر تختته. دلار کی میاد پایین؟ بعد از مرگ من. یکی از بین المللی ترین اخلاقای ما ایرانی‌ها جوریه که بزرگترا بچه‌های خانواده رو صدا میزنن. مثلا مامانا به بچه‌هاشو میگن مامان. باباها به بچه‌هاشو میگن بابا. مگه داریم؟ دخترها به بچه‌های خواهر و برادراشو میگن عمه، خاله. پسرا به بچه‌های خواهر و برادراشو میگن دایی، عمو. واقعا عجیبه. تقریبا هممون دیگه این مسئله رو قبول داریم که این قدری غیبت بعد مهمونی میچسبه، خود مهمونی نمیچسبه. به همین برکت قسم. میکروبالدینگ فاپروس کنم. آخه نمیتونه 3 بار این کلمه رو پشت سر هم بگه. اونم از اون مادرش با اون ابروهای پاچه بازی. مگه میشه بهش حرف زد؟ مگه کم میاره؟ خدای اعتماد به نفس این زن. یکی دیگه هم از اخلاقهای مادرای ایرانی اینه هیچ وقت با یه در بسته کنار نمیان. هر در بسته مساوی است با یک فکر شوم. مگه 100 بار نگفتم درو نبندی؟ این دفعه درو ببندی میام سرت هم میشکنم ها.